لایک های این ویدیو به 10500 تا برسه آقای جنگلی. سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. بچه امروز قراره ما با هم بریم، بالاخره به آرمان اومدیم یک ویدیو جدید بگیریم. اومدیم با هم جای ترسناکی که توی ایران وجود داره رو با هم بررسی کنیم. قبل هر چیزی حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو برامون کامنت زیر بنویسید. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب اول اینجا تالا و ارواح مازندرانه که میگن که یه جایی توی درودباش اگه اشتباه نکنم توی مازندران که یه تالابیه که یه مه بزرگ دور تا دورشون فرا گرفته و میگن که محل زندگی ارواح و شبا صدای عجیب و ناشناخته ازش میاد بیرون. آره، حالا من عکسشم براتون میذارم. به نظرت چطوریه؟ چجور جایی؟ به نظر من خود جای ترسناکه. میگن یه مهیه که هیچ وقت از بین نمیره، یعنی همیشه حتی اگه هوا آفتابیان باشه اونجا مه. هم ترسناک میشه ولی خب. خب بریم سراغ دو که من دو قلعه آدمخوار اردبیل. قلعه آدمخوار یا بوینیوگون یکی از مرموزترین و خیلی عجیب ترین جاییه که توی جاذبه‌های ایرانه و رازهای بسیاری رو دل خود جای داده و خیلی مهیبه و در نزدیکی روستای کور عباسلو فکر کنم در شهرستانی که توی استان اردبیله قرار داره و سالهاست که افسانه ها و داستان‌های ترسناکی پشت خودش داره. بر اساس یکی از روایت‌ها گروهی از مردم که قرن‌ها پیش وارد آن شدن به شکلی کاملا مرموز و ترسناک ناپدید شدن و هرگز برنگشتند و این گم شدن عجیب و بدون هیچ نشانه باعث شده که اهالی منطقه باور کنند قلعه بوینیوگون آنها را بلعیده است. به همین دلیل این مکان به قلعه آدمخوار در اردبیل مشهور شده و همچنان یکی از خوفناکترین و رازآلودترین مکانهایی که توی ایرانه. عکسش رو اینا هم می‌ذاریم. یه قلعه فوق‌العاده عجیبیه که خیلی هم میخوره که آدمخوار باشه. حالا میرسیم به سومی، جنگل جیغ. خب جنگل جیغ رو که خیلی معروفه و مطمئنم همه تو یه بار اسمش رو شنیدین که یکی از رازآلودترین و هیجان انگیزترین مکان‌های طبیعیه که توی روستای سربرج خراسان رضوی قرار داره که 32 کیلومتری جنوب مشهده و صداهای ترسناک شبیه جیغ توی اون شنیده میشه که دو تا تئوری براش گفتن. یکی این که یه زنی توسط یه گروه گنگستری اونجا کشته شده، بعد از اون موقع جنازهش توی اونجا توی جنگله و روش سرگردون و هی جیغ میزنه تا قاتلش رو پیدا کنه. و یه تئوری دیگه هم هست که این تئوری توسط همین محیط زیست خود اون منطقه سربرج تایید شده و یعنی خودشون تحقیق کردن و فهمیدن که صدای جیرجیرکاییه که توی اونجا زندگی میکنن، یعنی جیرجیرکای بومی که وقتی فصل بهار شروع میشه اینا شروع میکنن به یه آواز دست جمعی که صدای شبیه جیغ تولید میکنه. ولی خب هنوز محلی‌ها اعتقاد دارن که این صدای ارواح و اجن است. خب بچه‌ها میخوام یه قولی بذارم. اگر لایک های این ویدیو به 10500 تا برسه ما بریم جنگل جیغ. هستی آقا؟ دست بده. اوکی باش. 10500 لایک ما بریم جنگل جیغ مشهد. آقا چهارمی دره ارواح قشم. دره ارواح قشم شگفت‌انگیزترین اما رازآلودترین جاذبه‌های طبیعی ایرانه، یعنی جزوشونه و توی 5 کیلومتری روستای برکه خلف قرار داره و ستون‌های سنگی بلند داره و اتاق‌های تو در تو و فضای وهم‌آلود و شباب محلی‌ها برای این دره روایت‌هایی بیان کردن که میگه که حضور ارواح و اجنه توی اینجا دیده شده و محلی‌های اونجا صدای بالغ بر شنیده شدن صدای اجنه و ارواح شنیدن و همچنین افسانه‌های محلی زیادی راجع به اینجا گفته شده. ولی خب دلیل علمیش این هستش که یه سری باد اونجا میاد که شکافای این دره طوری طراحی شده که
باد وقتی از بین اونا میگذره یه صدای عجیبی تولید میکنه و این دلیل علمیشه. ولی خب هنوز محلی ها اعتقاد دارن که اینجا محل زندگی ارواح اجنه پلیده. خب بچه ها میریم برای آخریش و پنجمی فکر کنم، گورستان جن چابهار. یکی از ترسناکترین جاهایی که تو ایران. گورستان جن چابهار در روستای تیس حدود 5 کیلومتری شمال غرب چابهار قرار داره. این قبرستان باستانی حفر شده در دل صخره و کوهپایه و قدمتی از قرن 4 هجری تا صفویه دارد و در سال 1386 به عنوان اثر ملی ثبت شده. سنگ قبرهای عجیب و بزرگ با ابعاد غیرعادی که به گونه‌ای هستند که مردم محلی باور دارند اجنه ها در آنجا دفن شدن. اهالی میگویند در شب صدای عزاداری و شیون شنیده میشه و کسانی که در تاریکی عبور میکنن ممکن است گرفتار نفرین شوند توی اون مکان. برخی کارشناسان هم معتقدند که این گورها برای حفاظت از اجساد انسانی از حیوانات حفر شدن، اما افسانه‌ها جایگاه قوی‌تری در باور عمومی دارند توی کشور. بازدید از این گورستان تنها در روز توصیه می‌شود، اما بازدید از این کوهستان تنها در شب توصیه نمی‌شه. خب بچه‌ها این از ویدیوهای ما. امیدوارم که امروز لذت برده باشید. یک ویدیو خلاصه و مفصل خوب. قبل هر چیزی چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم. تا ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار.